زیارت 2 میلیونه. و حتی در بعضی از مناسبت‌های زیارتی، مخصوصا نسبت به امام حسین سلام الله علیه، مثل شب و روز عرفه که دارد اگر کسی امام حسین را در کربلا در شب و روز عرفه زیارت کند، خدا ثواب 1,000,000 حج در خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و 1,000,000 حج در خدمت امام زمان را در نامه عمل او می نویسد. چه غوغایی است اگر کسی امام حسین را در کربلا در شب و روز عرفه زیارت کند، خدا ثواب 1,000,000 حج در خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و 1,000,000 حج در خدمت امام زمان را در نامه عمل او می نویسد. جناب آخوند، آخر ما ندانستیم که اجر و پاداش زیارت امام حسین رضی الله عنه برابر با چند حج بیت الله است. یک بار روایت می آورید که آن را برابر با 20 حج می داند و بار دیگر روایتی می آورید که آن را برابر با 1,000 حج می داند و روایتی هم دارید که آن را با 90,000 حج برابر می داند و این بار روایتی را بیان کردید که آن را با 2 میلیون حج برابر می کند. اگر این کار بازداشتن مردم از راه الله متعال نیست، پس معنی صد عن سبیل الله چیست؟ الله متعال در آیات متعددی فرضیت حج و احکام آن و به ویژه وقوف عرفه که رکن اعظم ارکان حج است را بیان می کند و از ثواب زیارت بیت الله و حرم بودن مکه مکرمه نیز به وضوح سخن می گوید. اما از زیارت امام حسین رضی الله عنه در کربلا و یا اماکن دیگر که آخوندان رافضی ثواب آنها را برابر با 2 میلیون حج می دانند، هیچ خبری در قرآن کریم نیست. پس در عقیده شیعه کعبه در مقابل قبر حسین میلیونها بار حقیرتر است، اما قرآن فقط کعبه را می شناسد و قبر حسین را اصلا نمی شناسد. یکی از دلایل باطل بودن مذهب روافض این است که می خواهند با جعل این گونه روایات و ساخت مقدسات دروغین و تراشیدن ثوابهای بی حد و حصر برای این خرافات جایگزینهایی برای عبادات و مقدسات اسلامی داشته باشند تا به نام دین مردم را از مقدسات الهی و باور توحید دور نگه داشته و با داخل کردن آنان به شرک و خرافات آنها را برده و غلام خود نگه دارند. به همین علت به جای کعبه کربلا و به جای صفا و مروه بین الحرمین یعنی بین گنبد ابوالفضل و امام حسین و به جای ریاض الجنه در مسجد نبوی شهر طوس یعنی مشهد را قرار دادند و بلکه برای این اماکن حرمت و قداستی بیشتر از کعبه قائل شدند. کسانی که با ذکر روایات دروغین مردم را از راه الله متعال باز می‌دارند و به مانند ابرهه چشم دیدن عظمت مسجد الحرام را ندارند و به فکر کم کردن رونق آن هستند، الله متعال درباره آنها این گونه می‌فرماید: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. بیگمان کافران و بازدارندگان از راه الله و مسجد الحرام
که آن را برای مردم اعم از بومیان و غیر بومیان یکسان قرار داده ایم، مجازات سختی خواهند دید و هر کس خواسته باشد از روی ستمکاری در آنجا کجروی نماید، عذاب دردناکی به او می چشانیم.